اینجا یه تابلو دارید میبینید که نوشته منطقه نظامی، ورود افراد متفرقه ممنوع. پایین ترم یه تابلو کوچکتری هست که نوشته خطر انفجار مین. شاید اولین برداشتی که شما میکنید اینه که ما الان تو مناطق عملیات جنوبی، ولی واقعیتش اینه که اینجا یکی از خوش آب و هواترین نقاط اطراف تهرانه. ما الان تو منطقه لواسونیم و سد لطیان پایین این دره هست. ولی خب کارکرد این تابلوها چیه اینجا؟ خیلی جالبه و خیلی مایه تأسفه که بگم این مسیر میخوره به یکی از محبوب ترین کاخهای شاه و الان دست دولته و دولت اینجا استفاده میکنه و جای تأسف داره که اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اسم مناطق جنگی داره استفاده میشه تا حریمی ساخته بشه تا ما مردم نتونیم نزدیک بشیم به محل تفریح این آقایون.